اینک برادران و خواهران عزیز، در بهترین ایام سال، در بهترین روزهای سال قرار داریم. روزهایی که در آن یک عمل خیر و صالح کردن از روی اجر و ثواب بزرگتر و در نزد پروردگار محبوب ترین عمل به شمار می رود. 10 ذوالحجه، 10 روز اول ماه ذوالحجه، یک عمل خیر و صالحی که انجام می دهی در نزد پروردگار نسبت به دیگر روزهای سال از روی اجر و ثواب بزرگتر و در نزد پروردگار محبوب ترین عمل به شمار می رود. پس در این ایام از عملهای خیر و صالح هر قدری که می توانی بیشتر انجام بده. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند هیچ عمل از روی اجر و ثواب بزرگتر و در نزد پروردگار محبوبتر از عمل صالح کردن در این 10 روز نیست. یعنی نسبت به دیگر روزهای سال یک عمل خیر و صالحی که در این 10 روز اول ماه ذوالحجه انجام میگیرد از روی اجر و ثواب بزرگتر و در نزد پروردگار محبوب ترین عمل به شمار می رود. در دوام حدیث می فرماید فاکثروا فیهن من التسبیح و التهلیل و التحمید و التکبیر، رواه الطبرانی. پس در این ایام، در این 10 روز اول ماه ذوالحجه تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر را بیشتر نمایید. روایت طبرانی. مراد از تکبیر، مراد از تسبیح سبحان الله گفتن و از تهلیل لا اله الا الله و از تحمید الحمدلله و از تکبیر الله اکبر گفتن است. برادران و خواهران عزیز، این روزهایی که ما گفتیم 10 روز اول ماه ذوالحجه بهترین ایام سال هستند. هر قدری که می توانید در این ایام از عملهای خیر و صالح بیشتر انجام بدهید. این روزها را غنیمت بدانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.